سلام دوستان، من امروز میخوام به شما یاد بدهم که چطور بتوانید با هوش مصنوعی بازی بسازید و اونو به APK تبدیل کنید. مثلا بازی بسازید و رو گوشیتون میتونید نصبش کنید. خب برای این کار اول باید این مراحل که میگم این کار رو هرچی حسن هستم و همونطور که گفتم امروز میخوایم با هم دیگه یک آموزش بازی ساختن و آن بازی ساختن مثل همین بازی هایی که اینجا هست رو بیاریم با هوش مصنوعی. خب الان من میخوام با هوش مصنوعی بازی رو میخوایم بسازیم، میخوام آموزشون رو بدم. خب ولی قبلش حتما چنل منو سابسکرایب کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد چنلمو دنبال کنید، لایک کنید و ساب کنید. و اگر بیاید در چنل من یه ویدیوی دیگه میبینید که آموزش APK کردن HTML با لپتاپ به شما میگه. در واقع برای اینکه اول باید بازی به HTML میسازی و بعد HTML رو به APK تبدیل کنید و مثل این بازی. خب و اگه دلتون میخواد این ویدیو رو یه آموزش APK کردن با لپتاپ میخوام بهتون یاد بدم و بیاید ببینید. خب حتما ببینید. خب در اینجا من الان میخوام برم تو دیپسیکم و یه حالت متخصص بزنم. خب بهش میگم نمیتونم حالا بهش وایس بدم، میگم بهش میگم یک ماشین حساب باسم درست کن. بهش میگم یک بازی تاکسی بازی بساز که باید مسافران را سوار کنیم. ببینین حالا من میتونم هر بازی که بگید هوش مصنوعی کدش واسه شما میگه. خب بعد هوش مصنوعی من از دیپسیک میگم استفاده کنید. خب دیپسیک این 2 تا حالت 3 تا حالت داره، یکی درک تصویر، یکی مسائل پیچیده. واسه من مسائل پیچیده هم کد و منظورشه و یکم سری واسه مثلا واسه یه چیزای معمولی. خب اینجا بعد تفکرم اگه بزنید تفکر میکنه و بهتر بهتون جواب میده که مسافران سوار کنیم و به مقصد برسانیم و چرا قرمز داشته باشه برسانیم. همینجور خوبه برسانیم. اینو میزنم. حالا فکر میکنه خب اینجا در اینجا باشه که یه چند تا کد داده. الان ما خواهیم چجوری کد رو باز کنیم ببین بازیمون چجوریه. شما یه برنامه باید داشته باشی، برنامه رو حتما نصب کنید. خب فعلا من حالا میام بیرون. این برنامه منظورمه نوشت. حالا بذار پیداش کنم. خب این اسمش HTML creator، یعنی منظورم اینه. یا ببخشید بالاشه این منظورم. حالا بعد شده که اینو منظورم اسمش HTML creator رو وقتی نصب کردید وقتی که HTML creator رو نصب کردید میرید در HTML creator. خب یه دکمه یه قلم رو میزنید و روی این دکمه ببینید کنید نه منظورم که بر روی این دکمه به علاوه بزنید. مثلا این روی این دکمه که اینجا خط کشیدم و بزنید. وقتی که میزنید اینجا یه نوشته نیو پروژکت یعنی نام پروژه جدید. نیو پروژه یعنی پروژه جدید. خب پروژکت نیم یعنی نام پروژه مثلا من نام بشه بزنم تاکسی بازی، هر چی میتونید بذارید. خب وقتی که کریت یعنی ساختن رو میزنید یه پروژه جدیدتون براتون باز کنه اما هیچی نداره توش. برای که کد بتونید بیارید اول میرید تو همین هوش مصنوعی اینو کپی میکنید و میاید در اینجا پیستش میکنید.
وقتی که پیستش کردی میاد، اگه میخوای ببینید بازی چجوریه میاید و روی این دکمه میزنید، روی این دکمه که اینجا خط کشیدم. خب وقتی که این دکمه رو بزنید میبینه بازیتون میاد. مثلا اگه مثلا من اینو بزنم، حالا مثلا نمیدونم بازی من چجوریه، این فکر کنم بازی با کامپیوتر حالا من ساختم، بهش میگم مثلا واسه گوشی بساز. خب حالا مثلا من این بازی واسه کامپیوتر ساختم. خب حالا وقتی من میخوام این بازی رو سیو کنم، حالا این بازی که تو اینجا میمونه. خب اما وقتی که من میخوام بازی واسه دوستم بفرستم و یکی واسه یکی واسه ای پی کی کردش کنم یه کار کنم، چه کارش کنم؟ خب ببینید دو تا روش داره. مثلا من اینجا مثلا بازی میشه شکلی. خب میام مثلا کد اینو کپی میکنم، میخوام ای پی کیش کنم. خب بعدش که ای پی کی کردم بهتون یاد میاد که چجوری مثلا اینو واسه دوستتون بفرستید، همین HTMLش. خب حالا فعلا میخوام ای پی کی کنم، میری تو، حالا اینو همینجا میذاریدش، اینو میای سیوش میکنید تو همین تاکسی بازی. خب میایید در اینجا و در کروم میرید. کروم یعنی همون اینترنت. وقتی که رفتید تو کروم میزنید اپ گایزر زد یه سایت داره، این سایت رو باید بزنید. این منظورم این سایت رو باید بزنید. وقتی که روی این سایت بزنید باید برید پایین و روی کریت اپ بزنید. وقتی که کریت اپ رو زدید یه چیزی اینجا باز میشه. خب اینجا نوشته paste HTML from AI tools. خب یعنی باید همون کد HTML، همون کدی که اینجا داریم اینجا پیست کنیم. خب مثلا ما میام اینجا، بعد دوباره برمیگردیم میام اینجا اینو کپی میکنیم. حالا از اونجا میتونید کپی کنید فقط اگه میخوایم این بازیمون چجوریه. خب وقتی که اینو بزنیم اینجا پیستش میکنیم. خب وقتی که میایم پایین نوشته اپ نیم یعنی با نام بازی. مثلا من نام بازی میذارم تاکسی بازی. ایمیل میخواد اینجا، ایمیل میتونید بزنید که ایمیلتون رو بزنید، جیمیلتون رو بزنید. من جیمیلمو میزنم. ببخشید پشت وای پرید بیرون. ببخشید دوستان، ببخشید بازی پرید اشتباهی بیرون. خب اینجا ایمیل میخواد. وقتی که ایمیلتون رو میخواد یعنی جیمیلتون رو بزنید. حالا من واسه مثلا جیمیلمو میزنم. خب اینجا نوشته تاکسی بازی. خب تاکسی بازی که یه آیکون و واسش بذارید. آیکون یعنی همون مثل عکس برنامه. خب عکس برنامه رو بعد چیکار کنید؟ مثلا میتونید تو آپلود آیکونتون بزنید، هر چه آیکون هست رو میتونید بزنید. خب من حالا آیکون اگه میخوام انتخاب کنم، خب بیام اینجا و یه آیکون میخوام انتخاب کنم. مثلا من میام یه به علاوه رو میزنم در اینجا، سر برگم همینجاست. خب حالا من میام اینجا، بعد مثلا میزنم مثلا میخوام اونو آیکون اونو میخوام پیدا کنم، ماشین رو پیدا کنم. مثلا تاکسی میخوام بزنم، آیکون تاکسی رو میخوام پیدا کنم، بعد تاکسی به انگلیسی بزنم. اگه این تاکسی انگلیسیشو بلد نیستید، مثلا من حالا بلدم، خب اگه تاکسیشو تاکسی، خب اگه مثلا یه بازی ساخته و حروفشو انگلیسیشو بلد نبودی، میتونی برید در اینترنت در همون هوش مصنوعی سرچ کنید و انگلیسیشو در اینجا بنویسید. خب من اینجا میذارم تاکسی آیکون رو بزنید. آیکون حالا هر چی میخواد باشه، خب انگلیسی باشه و آیکون داشته باشه که آیکونش واسهتون بیاره. خب به انگلیسی هم واسهتون بزنید. خب مثلا من برای مثال این رو انتخاب میکنم، اینو میام سیوش میکنم. خب فایل بارگیر شد و وقتی که اینو میزنم باز کردم با نمایش عکس ها اینجا سیو میشه. خب بعد حالا که اینجا پیست کردم دوباره میام در همین اینترنت. خب وقتی که من تو اینترنت میام تو سر برگم و میام تو این، خب میام تو آپلود آیکون میزنم و یه تصویر برام اضافه شده، اینو میزنی و میام این تاکسی رو اینجا میزنی. خب میزنم رو نکست استپ.
اینجا میاره بازیتون رو میاره. خب دانلود ناو رو میزنید. آره واسه کامپیوتر ساخته، ولی بعد میگم مثلا بعدش بهش میگم که واسه گوشی بسازه. خب حالا میاد با کانکت ویت گوگل بزنید اونجا. وقتی که اینجا ایمیل میخواد به اونجا رو با کانکت ویت گوگل بزنید. کانکت ویت گوگل بالا اونجا رو بزنید. خب اینجا الان یه بازی یور اپس میاره، یعنی تاکسی بازی رو وقتی دانلودش بزنید میگه تست یور اپ. تست یور یعنی دانلود ای پی کی بزنید. حالا اوکی بزنید. حالا بعد کم کم دانلود میشه. اینجا دانلود اپ رو میزنید و دانلود میشه. یور اپ بیلدینگ یعنی داره دانلود میشه. اپتون اپ داره درست میشه. خب حالا یک فایل واسهتون دیگه اینترنتی که ممکن است فایل موزر باشد به هر حال دانلود شود و بزنید ای کامل خودش دانلود کن. به هر حال بارگی زده بشه و بزنید. وقتی میگه فایل موزر رو به هر حال بارگی زده بزنید، چون که کار به گوشتون نمیکنه، فقط فکر میکنه موزر. ولی باید بزنید دانلود شد. خب یه فایل بارگیری شد. باز کردن میزنید و وقتی که تاکسی بازی رو میزنید و دانلود میشه. و وقتی اسکن گوگل پلی میخواد اسکن برنامه رو میذارید و واسه تون تاکسی بازی دانلود میشه. خب و حالا خیلی طول بکشه. خب دوستان مرسی که این ویدیو رو دیدید. حتما کانال من دنبال کنید که در اونجا ویدیوی بیشتری میبینید و در اونجا هم آموزش APK کردن برنامه همون HTML با لپتاپ بهتون آموزش میدم. خب تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار و چنل رو سابسکرایب و لایک کنید و به اون ویدیو رو حتما ببینید. فعلا خدا نگهدار.